دوستان خیلی خوشحالم که شما رو دوباره میبینم بعد از غیبت 3 هفته‌ای که به خاطر داستانهایی که داشتم مجبور شدم خود داستان عقب بندازم و الان بعد از 3 هفته برگشتم و بریم برای ویدیو ساختن FC20 و FC موبایل. بریم که چی داریم. اول که تیم دو تا تیم دارم من. یکی تیم دو تا اکانت دارم. یک اکانت اینه که دارم باش فیلم میگیرم، یکی هم اکانت خودم یکی دیگه دارم و هر دوتاشو بهتون نشون میدم و بعدش میریم. کلا اصلیت جلسه ویدیو امروز درباره این که ما قراره تیممون رو نشون بدیم و اون بازیکنه اوپی و ارزون رو بهتون بگیم. اول بریم تیم خودمون رو ببینیم. تیم اینجا رو که تیم قویه، ولی مثلا من زیدان رو ندارم. یعنی زیدان رو بخواد توی خود ایونت داد، من ایشنایدر 88 داشتم. برای اینکه زیدان رو بازی بدم ایشنایدر رو فروختم و باش الجابر و کینو خریدم. بعد اینا رو دادم و بعدش هم اکسچنج جوردیالبا و ژیرو خریدم. بچه ژیرو خیلی خوبه برای دروازه، یعنی گل بخور نیست، یعنی چون بذارید تو دروازه اگه گل خورد به فوش بدید، مطمئن باشین گل نمیخوره و خوب از دروازه محافظت میکنه. نه فروخته شد. حالا بریم بچه ها. دوستا بازیکن هستن که خیلی خوبن، یعنی نسبت به قیمتشون چیز جذابیه. اول از بازیکن خودم میرم. کین یا اون کین، اسمش دقیقا نمیدونم، اسخای میکنم. کین خیلی خوبه، یعنی اسمش خیلی جذابه و کارت حتی برات نشون بدم. پیس 87، شوتینگ 87، پاسینگ 75، دریبلینگ 87. یعنی اگه خودتونم ببینید ببینید چقدر خوبه. خیلی چیز جذابیه و کنید. کارتش هم چنده. آها 4. اسکیلش 4 خوبه، چیز جذابیه، کارت بسیار جذابیه. از اون برم الجابر کارت دیگه هم داره. الان این کارت 86 یا 89 هم داره، ولی این 86 من خیلی ارزون تره، مثلا 2 میلیون 2 میلیونه 2 میله، ولی این 900 تومن 1 میله. بازیکن پیس 88، شوت خودتون داره میبینید دیگه، شوت 86، دریبلینگ 82، دیفند اینا دیگه اون ضعیفه، ولی نکنید اسکید 3 نه ویکفوت 3 و اسکیل 3 و ویکفوت 3. حالا ولی جز از اون قدش هم نسبتا بلنده، یعنی سانت کنی گل میزن. این دوتا استیای قویه. ولی از اون بر پرچ این اونه 87 و 88 و 89. این بود 4 نبوده ها، یعنی سرچ میکنیم. نه پوزیشن استی، حالا نه 89 و 89 یا در الجابر. این کارتوس که اینو نگاه کنید، خیلی این کارتش به خاطر که ولکامه خیلی بهتره. نگاه کنید پیسی 89، خودش اوورال 89، شوتینگ 87 و بقیهش هم خیلی قوی نیست. و اینجا اسکیل موو 3 آیکون هم هست، آیکون جذابی هم هست. مثلا چی؟ اینجا نوشته آیکون ولی دست هیروه دفاع. حالا بهتون بریم نشون بدیم. الان این تیم اینه. یه تیم دیگه دارم توی اینه. نه این فرند امیر
اکانت اصلیم بود که الان پروفایل ویو اکتیو. من اینجا الجابر رو داشتم. این تیم ها خیلی قوی تره. خودش من بیشتر راضی هم از این ترکیب. این بازیکن سمت راستم آردبلیوم که خیلی سخته، خیلی خوبه. جگیرولش 89 خیلی خوبه. مکالیستر 85 دستن خوب نیست، واقعا خوشم نیومد. پیدری خوبه. جوردی آلبا خیلی خوبه. الجابر 89 بهتر از الجابر 86. فرق قیمتش هم زیاده ولی خوب پیسش بیشتره و این داستان خودش خیلی زیاده. بچه‌ها و یه چیز دیگه میخوام بهتون نشون بدم دوستان عزیز، اینه که ما الان آیکون جورنی اومده که هم اولشون خودتون اگه بدونی 82 زیدان 82 میده. زیدان 82 میده و اگه شما خودتونم بتونید آپدیتش کنید به هر چپتر رو رد کنید مثلا ای اوورالش بیشتر میشه. و خب بچه ها دیگه چیز نمونده تا یه ویدیو دیگه و یه داستان دیگه. خداحافظ.